سلام سلام دخترای خوب، دخترای گل، چطورید؟ روزتون بخیر. ما پر انرژی برگشتیم با لایوهای آموزشی هیجان انگیزمون. امروز هم لایو آموزشی داریم بچه‌ها. سوالاتتون رو بپرسید. من هستم میخونم، مروارید جونم پاسخگو هستن. سلام سلام سلام. روز همگیتون بخیر. امیدوارم روز خوبی داشته باشید تا الان. مرسی، شما هم خسته نباشین. بچه ها سوالاتتون رو بپرسید. مروه جون از پوستشون شروع میکنیم امروز. سلام به همگی، امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشیم. ما فکر میکنم یک ماهی میشه، شاید هم بیشتر، که لایو براتون نذاشتیم دیگه. ایام نوروز بوده، من مسافرت بودم. حالا انشالله دوباره از امروز میریم که لایوهای خیلی خیلی عالی براتون بذاریم. خب اولین سوال مروه جون من شروع کنم اول. بفهم بچه‌ها، من الان امروز یه سری محصولات خیلی خوب میخوام بهتون معرفی کنم که خیلیاتون میشناسید. محصولات مای میکاپ استوریه که از لحاظ اینکه خیلی خیلی مقرون به صرفه و کیفیت خیلی خوبی داره، من خودم برای هنرجو تصمیم گرفتم که یکم بیشتر ازش استفاده بکنم. این محصول رو من خریدم، کرم پودرش رو و استفاده کردم و دیدم چقدر با توجه به قیمتش کیفیت خوبی داره. حالا میخوام برای اون دسته از کسایی که حالا یه مقداری هزینه کردن براشون سخته و کیفیت خوبم میخوان، این محصولا رو استفاده بکنن. اولین استفاده که میخوام کنم از حالا من چند تاشو براتون میزنم فقط، و اینکه خودتون کیفیتش حالا میبینید وقتی استفاده کنید. اول یه اکسیژن رسانشه که خیلی 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 روی پوست حالت آبرسانی خیلی قوی میکنه و مات کننده پوسته. اول من از اکسیژن رسانش استفاده میکنم. اینو بده. خب سوالا رو شما یکی بپرسید. گفتن که یه سایه تک رنگ روشن یا سفید معرفی کنید. سایه تک رنگ روشن بچه‌ها میتونید مثلا از خانواده گریماس شماره 280. یه ذره دستتون رو مرسی. خوبه 280 خیلی خوبه بچه‌ها. میتونید از این استفاده بکنید. کرم بود با کاور خیلی خوب برای پوست مختلط. بچه‌ها همین کرم پودرای مای میکاپ استوری فوق‌العاده کرم پودرای خوبی هستند. میتونید با کاتریس یا مثلا ناز ترکیبش کنید و یه بافت خیلی خیلی قوی تر بهتون میده. من الان میخوام ازش استفاده بکنم که ببینید. خانم مینا گفتن چقدر خوبه که آموزش‌های رایگان در اختیار ما میذارید که بعضی این کارا رو نمی‌کنن. خیلی ممنون. خب دیگه وقتی به کارمون عشق داشته باشین، دوست داریم که حالا اگه حتی یک نکته هم بهتون آموزش بدیم باعث خوشحالی خودمونه دیگه. گفتن برای مصرف روزانه کرم پودر مریکی یا نارس خوبه؟ برای مصرف روزانه مریکی خوبه بچه‌ها. مریکی و نارس کرم پودرای خوب و سبکیه دیگه، ولی به نظرم مریکیشون خاصیت بهداشتی هم داره، یعنی آرایشی بهداشتیه. خب خیلی بهتره. بچه‌ها الان میخوام از پرایمر این مای میکاپ استوری استفاده بکنم. خیلی خیلی بچه‌ها بافت پوست رو متعادل میکنه، خیلی نرم میکنه، با دوام میکنه. کرم پودر رو روی پوست، هم خود کرم پودر هم این پرایمرایی که داره، همشون واقعا با توجه به قیمتی که داره مخصوصا. گفتن کرم پودر استیلادر شماره چندش طبیعیه و خوبه با چی ترکیب بشه؟ بچه کلا من استیلادر رو چون پوستی که شما میخواین بسازی رو من ندیدم، نمیتونم دقیق شماره بدم بهتون، ولی کلا استیلادر از سری W و سری Nش واقعا رنگای مناسبی داره با چی ترکیب بشه. من ترجیح همینه که با نارس یا کاتریس.
گفتن کسی که پوستش لک داره رو با چی میتونیم کاور کنیم؟ کسی پوستش لک داره همین کرم پودرای قیمت بالا مثل استیلادر، هدا بیوتی، سامر خوزامی، اینا همه کاورای بالایی داره و بعد در نهایت میایید مثلا یه پله پایین تر کرم پودرای مثل فورور 52 مثل همین مای میکاپ استوری، اینا هم بچه فوق العاده کرم پودرایی هستن که کاور خوبی دارن، بافت سبکی دارن و اونایی که نمیتونن خیلی هزینه‌های بالایی بدن قشنگ میتونن از این کرم پودرا استفاده بکنن. بچه‌ها من وقتی یه محصولی بهتون معرفی میکنم خودم چند بار، نه فقط خودم، هم من هم همکارم ازش استفاده میکنیم، چند بار روی پوستای مختلف، مدل‌های مختلفشو، بعد تازه میایم به شما معرفی میکنیم که خیالمون راحت باشه که شما هم میتونید نتیجه خوب بگیرید از این. خانم رعنا گفتن که روی پوستایی که کار میکنم اکثر مشتریان رو بینیشون کرم پود میماسه. خب باید خیلی ضربه بزنید، بعد زیرسازی که استفاده میکنید خیلی مهمه و باید ضربه زیاد روی پوست بزنید. بچه یکی از تکنیکایی که کرم مای میکاپ استوری رو میخوایم استفاده بکنید نباید حجم زیاد بزنید، اول با حجم کم شروع کنید. من دیدی همیشه میگم تو زدن کرم پود خیلی خساست نکنید، ولی اینجا بهتون میگم که خیلی با احتیاط این کرم پود، چون پیگمنت بالایی داره و لازم نیست که شما کل پوست رو آغشته کنید. بعد بلندرتون هم که میگید مثل همیشه باید یه مقداری بلندر هم که باید یه مقداری نمدار باشه روی کل پوست میخوابونیم. موبه جون پودر فیکس چه مارک خوبه؟ پودر فیکس همین لورا مرسی که عالیه، بنای بچه خیلی خوبه. بعد باز مای میکاپ استوری پودر فیکس خیلی خوبی داره که من اینجا ازش دارم. اینها بچه میدونید دقیقا بافتش مثل پودر بیک استیلادره مای میکاپ استوری و برای زیر چشمایی مناسبه که چروک ندن، پهنی چروک داشته باشه و چروک نخواد ایجاد بشه. گفتن پهنی صورت رو چطوری بگیریم که صورت جمع و جورتر و کوچیک‌تر؟ بچه واقعا من لذت میبرم وقتی از کرم پودرش استفاده میکنم، خیلی سبک با دوام مخملی میکنه پوستو. اصلا تو فیلمم اون رو جون کاملا مشخصه که تبلیغاتی نیست. شاید خیلی تو فکر کنید که مثلا این محصولات رو برای من فرستادن که من تبلیغشو بکنم، واقعا اینجوری نیست. من یه سری خریدمش، منتها انقدر ما اینجا کرم پودرای مختلف داریم راستش دارم واقعیتشو بهتون میگم، اصلا ازش استفاده نمی‌کردم. بعد یه بار استفاده کردم دیدم که چقدر این بافت خوبی داره، چقدر سبکه. دوباره استفاده کردم به همکارم هم دادم، اونم استفاده کرد. الان هم من دوباره سفارش دادم، هم همکارم که اینجا داره کنار من کار میکنه. اینقدر ببین اصلا فوق العاده است بافتش. راستی بچه‌ها من تا یادم نرفته بهتون بگم که ما 1 و 2 اردیبهشت، پنجشنبه و جمعه همین هفته ظرفیتمون تمام نشده. ظرفیتمون تکمیل شده، ولی اینقدر که هی دایرکت پیام دادن و دوباره شماره کارت خواستن، من خواستم بگم که نهایت ما بتونیم 2-3 نفر دیگه تو این کلاس جا داشته باشیم. واقعا ظرفیتمون تکمیل شده. اینو برای کسایی میگم که مدام سوال میکردن. کلاسای 0 تا 100 گروهیمونم از 6 تا 9 هست. جلسه اول به غیر از جلسه اول، جلسه دوم و سوم شما میتونید تکرار تمرین هم داشته باشید. مروه جون محصولات تاپ فیس هم گفتن خوبه یا نه؟ بله محصولات تاپ فیس هم باشه، محصولات خیلی خوبیه. من تاپ فیس هم چند تا تیکشو همشو ندارم، چند تا موردشو دارم. خط چشماش مثلا خیلی خوبه، خط چشمای تاپ فیس. بعد پرایمرش خوبه، تاپ فیس هم خوبه. یعنی با توجه به قیمت من دارم میگم، چون میدونم الان خیلی واقعا نمیتونن هزینه بکنن قیمتای بالا. اینا برای هنرجوی، برای کسی که داره تو شهرستان کار میکنه، یا حتی من دیدم خیلی از همکارای ما که اینجا دارن خوب کار میکنن از اینا استفاده میکنن. خب شما چرا استفاده نکنید؟ مثلا خانمایی که سنشون بالاه 407 خانمایی که سنشون بالای چروک دارن چیکار کنیم چروکشون کمتر پیدا بشه؟ برای کسی که چروک زیاد دارن واقعا نباید بیاین
زیاد حجم کرم پودر بالا، پودر فیکس مخصوصا، اینا همه رو باید شما خیلی سبک کار کنید. بعد حرکات کششی به هیچ عنوان نباید رو پوست انجام بدید، به دلیل اینکه اگر حرکات کششی انجام بدید چروک‌ها رو چند برابر می‌کنید. یه سری تکنیک‌های ریز داره که واقعا الان من باید اینو از نزدیک آموزش بدم بهتون، نمیتونم تو لایو بگم، یعنی نه فرصتش داریم نه امکانش هست. مروه جون گفتن کرم پودر فورور با کاتریس برای عروس دوامش خوبه؟ فورور و کاتریس ببینید من فورور رو برای عروسام نمیذارم، ولی بله اونی که داره توی شهرستان کار میکنه شروع کارشه به نظر من خیلی کرم پودر خوبیه. چرا که نه؟ گفتن که چه مرحله از آرایش باید ابرو درست کنیم و اینکه از ابتدا باید لیفت رو انجام بدیم یا بعد از اینکه هاشورش رو زدیم؟ لیفت رو که از ابتدا باید انجام بدید، یعنی اول میایید لیفت رو انجام میدید، بعد میرید سراغ کرم پودر رو که حالا زدید میایید سایه رو میزنید، بعد از اینکه اینا همه تموم شد پودر فیکس رو همه کاری کردید تازه میایید سراغ ابرو. همین مراحل من الان دارم انجام میدم دیگه. بچه‌ها من سوالای تکراری رو نمیپرسم برای اینکه هم وقت مروه جون گرفته میشه هم سوال جواب داده شده. بقیه دوستان تا جایی که اگر بشه انشالله اینترنت همراهی کنه لایومون سیو میشه، میتونید از اول نگاه کنید جواب همه سوالاتتون رو بگیرید. بچه‌ها خیلی‌ها مثلا تو کلاس‌های مجازی و گروهی حالا خصوصی گروهی فرقی نمی‌کنه، حضوری منظورمه، شرکت میکنن، بعد میان میگن که ما این کارا رو کردیم ایراد داره کارمون. بچه‌ها با یه بار دیدن، با یه بار تمرین کردن، دو بار تمرین کردن، دو سه تا دونه مشتری زدن، اصلا فکر نکنید سریع ایراداتتون برطرف میشه. وقتی شما زیاد کار کنید، زیاد وقت بذارید، تمرین کنید، انقدر حین کار خودتون برای خودتون رفع اشکال میکنید، شما تا به ایراد میرسید سریع با من تماس میگیرید یا به من پیام میدید. بعد میگم چند بار تا حالا این کارو کردی؟ عکسای دیگه تو بفرست، میگی بار اوله، بار دومه. اصلا فکر نکنید که سریع وقتی میبینید یه نفر داره خوب کار انجام میده بدونید که خیلی تمرین کرده، وقت گذاشته. گفتن نوع پوست مدلتون الان چیه؟ نوع پوست مدل من یه مقداری خشکی داره که قبل از اینکه من خواستم کار انجام بدم اگر دقت کردین یه آبرسان براش زدم که خشکی پوستشو کم کنم، ولی خشکیش در حد زیاد نیست، در حد نرمال، یعنی یه مقداری با مواد خوب برطرف میشه با همین چیزی که من دارم میزنم. این اکسیژن سازی که گفتینا، بله گفتن که میشه برای همه پوستا استفاده کرد. ببینید پوستایی که آبرسان میخواد خیلی خوب میتونید ازش استفاده، آبرسانی میخواد یعنی خیلی خوب میتونه جواب بده روی پوست، یه حالت نوچی روی پوست ایجاد میکنه که بعد شما مثلا یه آبرسان که روش بزنید، آبرسانی که نرم میکنه پوستو. حالا بچه‌ها من اینو سعی میکنم در موردش انقدر که من از این محصول خوشم اومده در موردش یک کلیپ درست میکنم، توضیحات کامل رو در مورد یه سری محصولاتش بهتون توی اون کلیپ میدم، اصلا نگران نباشید. مروه جون میگن میشه یه لایو بذارید فقط در مورد این حرفه و سختی ها و برای ما تازه کارها تجربتون رو بگید؟ چرا که نه، اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبیه، چرا که نه. بچه‌ها من یه چیزی بهتون بگم، شما میتونید بیاید مرحله به مرحله، میتونید یه جا کانتورتون رو انجام بدید، یعنی این هایلایتر که من الان گذاشتم اینجا و فیدش کردم رو بزنید، بعد کانتور تیره رو بزنید، بعد رژگونه چربتون رو بزنید، بعد همه رو با هم بیاید فید کنید. ولی الان من به شما میگم شمایی که تازه کاری این کار اصلا انجام ندید، بیاید مرحله به مرحله. اول کانتورتون رو انجام بدید. کرم پودر میبلین چطوره؟ کرم پودر میبلین بچه از خانواده اورئال دیگه، خیلی کرم پودر قوی نیست. کرم پودر میبلین کرم پودر خیلی تر است، ولی کسی که میخواد هزینه کم بکنه میتونه میبلین استفاده کنه. ولی الان محصولات بهتری هست مثل همین فورور 52، مثل همین مای میکاپ استوری. چرا برید میبلین بخرید؟ برید اینا رو بخرید. خب بریم سراغ کانتورمون. پس میایم مرحله به مرحله. اول هایلایتینگمون رو انجام میدیم، بعد میایم کانتور چربمون رو انجام میدیم که تیره است،
بچه من اینجا که آموزش سکوت میکنم، سوالا رو نمیخونم که شما هم احترام آموزش سکوت میکنه. نه چون الان سوال اکثر بچه هم راجع به همین کانتورینگ صورته، گفتم حالا استفاده کنم. حالا اگه لابداش سوال خاصی دیدی بپرس. کرم پودر نارس پایش روغنه؟ نه پایش آبه. که این دستگاهی که با صورت رو خوش کردید چی بود؟ دستگاه خوشکن آرایشیه بچه ها. تمام محصولاتی که دارم بهتون میگم اگر بخواید از یه پیج معتبر و پیجی که در واقع خیالمون راحته که جنس اصل رو به دست شما میرسونه تهیه کنید، پیج melorin.cosmetic که میتونید الان الهام پینش میکنید، میذارم الان پینش میکنه. بعد انتهای لایومون هم که خواستیم پست کنیم زیر پستمون تگشون میکنیم. بچه هم محصولات مای میکاپ استوری رو دارن، بعد خیلی راحت براتون ارسال میکنن. اونایی که توی تهران نیستن، حتی کسایی هم که داخل تهران هستن، ساپورت میکنن براتون میفرستن. استفاده کنید ببینید چقدر براتون قابل استفاده است این محصولات. مروه جان الان کانتور چربی که دستتونه گفتن رنگ سفید و بنفشش برای چی استفاده میشه؟ رنگ سفیدش رو شما میتونید ترکیب کنید با کرم پودراتون، خیلی کارایی داره. با رژ لبتون میتونید ترکیب کنید. بنفشش برای آفتاب سوختگیه، برای قسمت هایی که بر اثر آفتاب سوختگی قرمزی داده. خیلی کم پیش میاد از بنفشش استفاده کنید. شما میتونید همون قرمزی رو با سبزی هم بگیرید. بعد الان کرم پودرایی که داریم استفاده میکنیم انقدر کاورای خوب و قشنگی دارن، به جایی که بیایم لایه از کورکتور استفاده میکنیم، بیایم از کرم پودرای خوب استفاده میکنیم، مثل همینه که من الان بهتون معرفی کردم. بعد در مورد چیز سوال ندارم فعلا. من ملورین رو بذارم. نوشتی؟ بچه ببینید من وقتی که کانتور رو دارم روی صورت فید میکنم، اگه دقت کنید اصلا دستم رو حرکت زیاد نمیدم. سعی میکنم در جا سر جای خودش که کثیف کاری نکنم، لک ایجاد نکنم روی روی. بچه من پیج ملورین کازمتیک هم گذاشتم براتون، پین کردم این پایین، چون هم از قیمت ها خیلی پرسیدین، هم از محصولات که کجا میتونین تهیه کنین. من پیجشون رو گذاشتم، میتونین با خیال راحت ازشون خرید کنین. من چند تا کرم پود معرفی کنید که پایه روغن داشته باشه. پایه روغن داشته باشه برای چی تونه بچه‌ها پایه روغن داشته باشه؟ مثلا مک میتونید استفاده کنید که 100% پایه‌اش روغنه، ولی به نظر من که انقدر درگیر پایه روغن نباشید برای کرم پود، اینکه چه کرم پودی استفاده کنید، بیاید یه پاکسازی خوب یاد بگیرید برای پوست رو به حالت تعادل برسونید. به نظر من درگیر خشکی و چربی پوست نکنید خودتون رو خیلی. بعد در مورد کرم پود رو رنگش و اینا، چون خیلی سوال تکراریه و همیشه اینا رو گفتیم، حالا به نظرم سوالای بهتر که کاربردی تره الهام. بله چشم. خب راجع به کانتورم که مروه جون کامل هم تو فیلم نشونتون دادن، هم توضیح دادن. بچه وقتی کانتور رو انجام دادید با بلندرتون دوباره یه دور دیگه روش برید، همون قسمتی که حتی کرم پودریه. گفتن چرا کرم پودر هدا بیوتی خیلی رو پوست نمیخوابه؟ به خاطر که فیکه، اونی که شما خریدین فیکه. من از کرم پودر هدا استفاده کردم برای یکی از هنرجو، خودم تا حالا نخریده بودم چون شنیده بودم کرم پودر سنگینیه. بعد مالا یکی از هنرجو رو استفاده کردم، اوکی نبود، اصلا خوشم نیومد. بعد که از پیج ملورین کازمتیک تهیه کردم، چون مطمئنم که اصله، وقتی استفاده کردیم دیدیم که چقدر بافت نرم و خوبی داره، پوشش عالی داره، ولی اونم من با کاتلیس باز ترکیبش میکنم. دوست عزیزی گفته براشای جدیدتون رو استفاده کنید، ما هم کیف کنیم. اصلا یادم نبود، اتفاقا می‌خواستم استفاده کنم. حالا تو لایو بعدی از براشای جدید استفاده میکنم.
بچه طبق عادت اصلا اونا رو کجا گذاشتشونه ها؟ تو کشو این بله عزیزم، کانسیلر تارت واقعا بچه ما کلاس گروهی داریم به صورت حضوری، بعد دیگه میخوایم اونجا ازشون رونمایی کنیم و اونجا ازش استفاده بکنیم. حالا شاید هم یه لایو بگیرم فقط مخصوص خریدی که از دبی کردم. دوستان عزیز که تازه اومدن تو لایو ما، بچه سوالای تکراری رو من نمیپرسم برای اینکه هم وقت بقیه دوستان گرفته میشه، هم مروری جون واقعا تایم نمیرسه تو لایو که ما بتونیم دوباره سوالا رو از اول بخونیم. انشالله اینترنتمون هم همراهی کنه ما رو، حتما سیوش میکنیم. انشالله همراهی میکنه. بچه نگاه کنید، من برای زیر چشم چربی کامل میگیرم. بالا رو نگاه کن مبینا، ببخش خوبیه. ببین میگم بافتش مثل لوراه، واقعا اشتباه نمی کنم. ببینید بچه فوق العاده این پودر فیکس، پودر بیک برای زیر چشم مفیده. محصول مای میکاپ استوریه، چون اصلا چروک ایجاد نمیکنه. همون مقداری که چشم خود مشتری چروک داره همونه. یعنی ما به عنوان میکاپ آرتیست که معجزه نمی‌کنیم که بیایم چروک رو از بین ببریم. ما می‌خوایم در همین حد خودش بمونه. مای میکاپ استوری اومده یه برم، بعد من اینو همیشه با لورا مرسی انجام میدادم یا بنای. خب اونا قیمتاشون بالاه، اومده یه پودر فیکس، پودر بیک زده که همون کارو داره انجام میده. واقعا من الان دارم استفاده میکنم، میبینم که عین لورا مرسی است بافتش. گفتن اگه حین کار بعد از اینکه کارمون تمام شده موژه رو کار کردیم، چسب موژه ریخت رو پوست مشتری، چجوری میتونیم تمیزش کنیم؟ بعضی از چسب موژه ها که خیلی راحت، مرسی عزیزم، خیلی راحت برداشته میشه، ولی بعضی ها رو دیگه باید با سختی دیگه. یعنی واقعا یه کاریه که برای هیچ میکاپ کاری ایشالا پیش نیاد که چسب موژه بریزه روی پوست. گفتن الان کرم پودری که استفاده کردید مای میکاپ استوری چه شماره ایه؟ 04شه بچه ها. بعد مای میکاپ استوری یه خوبی که داره، حالا میگم من بعدا یه در واقع یه لایو میذارم در موردش یا یه پست درست میکنم. مای میکاپ استوری یه خوبی که داره، کرم پودرایی که داره، هم کرم پودرایی که تکسچر و بافت نرمی داره، هم یه ذره سنگین داره. یعنی شما با خرید 2-3 مدل کرم پودرش میتونید همه نوع پوستی رو دیگه کاور کنید. گفتن میشه با استیلادر ترکیبش کنی؟ چی رو؟ همین مای میکاپو؟ نه خودش به تنهایی اوکیه، نیازی نداره که با استیلادر ترکیبش کنید. با کاتریس میتونید ترکیبش کنید. من براشاتون هم معرفی میکنین از کجا تهیه میکنین؟ بچه هم براشا رو از پیج شیما تهیه کنید. شیما آندرلاین براش، اونم باز تهیه کنید. اونم میذارم بچه حتما یادت باشه که پیج شیما جانم بذاری. میگن کانتور خشکی که استفاده میکنید گرده چه برندیه؟ کانتور خشک پوپا؟ بله پوپا رو میگن. حالا الان میریم سراغ کانتور خشک میبینیم چی استفاده میکنیم. گفته مکو با کاتریس هم میشه ترکیب کرد؟ بله مک هم میشه با کاتریس ترکیب کرد. بچه ها ببینید من در مورد کاتریس یه چیزی بهتون همیشه گفتم، کاتریس رو با همه چی میشه ترکیب کرد، با همه کرم پودرا، چون یه بافتی داره که هم پیگمنت داره هم مایع، یه بیس آب خیلی خوب داره که میشه ترکیب کرد. خب این از این. دوست عزیزی هم گفتن من از کلاس های مجازی شما استفاده کردم، در عرض چند ماه حرفه‌ای شدم و همیشه دعاگوتون هستم. مرسی عزیزم، خیلی خوشحالیم که اینقدر براتون مفید بودی که حرفه‌ای شدی. یه کار خوشگل دیگه بچه، من این حرکتم همیشه انجام میدم. خیلی بچه برندهای دیگر رو امتحان کردم به غیر از نارس که بهتون معرفی بکنم، بگم جایگزین نارس بشه چون قیمتش بالاست، مثلا جایگزین بشه. بخوام
ولی واقعا هیچ چیزی به نظر من جایگزین نارس نمیشه برای رژگونه مایع. همین رو میتونم بگم. تا از صابون ابرو چطوری استفاده کنیم که یه لیفت خوب بده؟ صابون ابرو رو باید اولا که اون فرچتون رو آب بزنید یا اسپری فیکس بزنید. بعد از اینکه اسپری فیکس زدید ابرو باید کلاً خالی از هر گونه کرم پودر باشه. بعد حالا الان مرحله که من میرم برای تینا انجام بدم میبینید دیگه. فرق کانتور خشک و چرب و چیه یعنی؟ کانتور خشک الان دارم انجام میدم، کانتور چربمو دارم باهاش خشک میکنم. بعضی وقتا اصلا کانتور چربم انجام نمیدم، هم یک راست میام کانتور خشک رو انجام میدم با برونزر. یه برند خیلی خوبه دیگه هم میخوام بهتون معرفی کنم که برند آناستازیا. بچه‌ها کانتورای آناستازیا هم واقعا اوکیه، یعنی بافتش خیلی نرمه. قرعه کشی هم بله، برای اینکه سوالا بعضی تکراریه من اونا رو نمیخونم. کلاس مجازی کی داری مروری جون؟ فکر میکنم اواخر اردیبهشت، یعنی من این کلاسای گروهیمو بگذرونم تموم شه بره فکرم آزاد شه. بچه‌ها یک کلاس مجازی فوق‌العاده، یعنی اصلا با تمام کلاس مجازیایی که تا الان شما از ما دیدید و انقدر همه راضی بودید متفاوته و فرق داره. یک کلاس مجازی فوق‌العاده براتون دارم که کلاس مجازی بعدی مونه دیگه. یه تکنیکا و یه چیزایی میخوام توش بهتون آموزش بدم که خیلی 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 براتون مفیده. حالا انشالله برای اینکه بدونید که تاریخش کیه، به محض اینکه اوکیش کردید من میجم براتون اطلاع رسانی میکنم. بله حتما. بچه‌ها به جز پوپا شماره 5 دارم این دفعه از آناستازیا هم استفاده میکنم. جا الهام جان چند نفر تو لایومون هستن؟ 623 نفر. خب گفتن پودری به تک تکتون. جا گفتن پودر بیکی که استفاده کردید شماره داره؟ پودر بیک نه، یه دونه پودر بیک داره. اصلا پودر بیک شماره نداره بچه‌ها، رنگش کاملا مشخصه دیگه. پودری که سفیده پودر بیکه. اینو گفتم مای میکاپ استوری برای همه پوست ها مناسبه یا فرق داره؟ کرم پودر بزنید جان. گفته که کرم پودر مای میکاپ استوری برای پوست خشک و چربش جداه یا کلا یه کرم پودر که برای همه نوع پوستا خوبه؟ ببینید شما میتونید هم یه کرم پودر رو برید پیدا کنید ببینید برای پوست خشک یا پوست چربه، یا اینکه بیاید یه زیرساز ساده یاد بگیرید همه کرم پودر رو برای همه پوستا استفاده بکنید. مثلا الان استیلاده رو شما فقط برای یه مدل پوست میتونید استفاده بکنید، ولی ما بهتون آموزش میدیم که پوست رو چجوری بسازید که از همین استیلاده برای همه نوع پوستی استفاده بکنید و فوق‌العاده پوست خوبی به دست بیارید. بچه‌ها واقعا هنرجوهایی هستن تو این لایو که من واقعا خودم کیف میکنم میبینم و میخونم. دوست عزیزی نوشتن که چرا انقدر شما عالی هستید، ممنون. من دفترم کنارمه و دارم ریز به ریز نکته برداری میکنم. آفرین. واقعا یعنی خیلی همین خوبه. کاری که شما دارین میکنید به منم انرژی میده، یعنی باور نمیکنید من 2 هفته نبودم. خب بعدش هم خانم سهیلا هستن. آفرین خانم سهیلا. قبلش هم عید بود و نمیشد، یعنی ما فرصت لایو نداشتیم. به خدا اینقدر خودم دلم تنگ شده بود که براتون لایو بذارم. الان اینجوری بیشتر انرژی میگیریم برای لایوهای بعدی. خیلی خوشحالم که از یه لایو رایگان اینقدر به نفعتون میتونید استفاده بکنید و استفاده هم میکنید خیلیاتون. واقعا آفرین بهتون. عزیزم من پیج ملورین کاسمتین رو این پایین پین کردم، میتونین تهیه کنین لوازم رو با خیال راحت. بچه دارم از پلت از هایلایتر آناستازیا استفاده میکنم و روی اینو بچه ها حالا به غیر از آناستازیا میخوام یه محصول دیگه هم باز بهتون معرفی بکنم که اونم فوق‌العاده است. حالا روشو میخوام، الان من کم زدم اینو. حالا اینجا میخوام بچه ها پیگمنت مای میکاپ استوری هم بهتون نشون بدم. من همیشه وقتی که یه هایلایتر
ظریفو میزنم روش میام مثلا فراروسی میزنم. عزیزم کانتور خشکمون پوپا بود. بچه‌ها من دارم مقایسه میکنم با آناستازیا خب قیمتش بالاست دیگه، ولی این هایلایتر مای میکاپ استوریه خب، و همین الان باید خیلی قیمت بالایی داشته باشه با این پیگمنت قوی که من دارم ازش میرم. من از پس اول آناستازیا دادم که ببینید پیگمنتش رو، نمیدونم تو دوربین مشخصه؟ بله کاملا. بچه‌ها حالا دارم از این ببینید اینو، حالا من دارم از این مای میکاپ استوری استفاده میکنم. بچه‌ها 3 تا رنگ داره، 3 تاش یک از یک قشنگ‌تره. یعنی واقعا من بهتون پیشنهاد میکنم، تا الان خریدا رو خب خیلیتون خرید کردین، ولی اونایی که میتونن یا در توانشون نیست برن آناستازیا بخرن، یه بار اینو امتحان کنن. عالیه، واقعا عالیه. یعنی من دارم ازش استفاده میکنم، خودم واقعا دارم کیف میکنم. الان ببینید من اصلا آناستازیا هم زیرش نزدم که حالا فکر کنید زیرش آناستازیا بوده. ببینید چه پیگمنت قوی داره، خودش به تنهایی است. من دارم با انگشت میزنم. نمیگم محصول مثلا دیگه اصلا از این بهتر وجود نداره، چرا از این بهتر هم وجود داره، ولی چون الان خیلی همه چی گرون شده، این محصولی که شما میتونید جایگزین بکنید برای کسایی که دارم اینو میگم که نمیتونن هزینه زیاد بکنن. بچه پوپا رو از همین پیجی که براتون پین کردم، ملورین کازمتیک، میتونید تهیه کنید. برای کشیدن ابرو از چی استفاده میکنین؟ برای کشیدن ابرو از هاشور ابرو دیگه. نه منظورشونه از آکوا یا مثلا هم از پمادای ابرو استفاده میکنیم بچه‌ها، هم از آکوا استفاده میکنیم. با اون بلندری که زیر چشم خوش کردین خیس بوده یا نمدار بوده؟ میکرو بلندره؟ بله. نه میکرو بلندرم خشک بود بچه‌ها، ولی بلندری که پوست رو باهاش فید کردم پودرمو اون نمدار بود. خیس هم نیست اصلا، خیس نمداره. خب وقتی که هایلایتر رو زدیم تموم شد، دوباره میایم رژگونمون رو تمدید میکنیم که گونه سازیم کامل بشه. یه ضد آفتاب خواستن معرفی کنین، خیلی هم میپرسن. ضد آفتاب والا تو ذهنم الان نیست بچه. ضد آفتاب